بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس هزاران هزار سپاس پروردگار رو که در سیمایی دیگه از سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خدمت شما عزیزان هستیم. سیمای صحابی بزرگوار دیگری با نام شیما بنت حارث سعدی. ببینیم ایشون کی هست. گفتم که این اسامی همیشه برای ما جدید و جالب هست و چرا؟ خب به خاطر اینکه ما با تاریخ آشنایی نداریم. شیما بنت حارث، اسم حارث رو که شنیدید حتما، حارث سعدی رو هم که شنیدید داشته باشید. ایشون زنی است بدوی از بیابانهای عربستان، از قبیله بنی سعد. حلیمه سعدیه که شنیدید دیگه، حارث سعدی رو هم شنیدید. بله، ایشون با فضای طبیعت و با فضای صحرا و کوهپایه ها آشنایی کامل داره و الفت گرفته و سعی کرده تمام زندگیشو در همون صحرا بگذرونه و با اون زندگی ساده، با اون شن و با اون به قول معروف صخره و با اون سختی های زندگی صحرا و خوشی ها و تلخی هاش بسازه و زندگی بکنه. بله، اون روزی که از قبیله بنی سعد به مکه رفتن که هر کسی فرزندی رو برای بالاخره شیر دادن انتخاب بکنه، هم کمک مالی بشه و همین که بالاخره به زندگیشون سر و سامانی بدن، دو طبق رسمی که همیشه ما گفتیم وجود داشت. مادر ایشون حلیمه سعدی هم خداوند این خیر و برکت رو نصیبش کرد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو آورد برای اینی که شیرش بده، پرورش بده، در صحرا نگه داره. خب پیامبر آنچنان پرورش پیدا کرد و آنچنان خیر و برکت ایشون به این خانواده رسید که بعد از 2 سال که دیگه بود که این فرزند مثل فرزند 4 ساله بود، باز از مادرش خواهش کرد حلیمه سعدیه که اجازه بدید که محمد صلی الله علیه و سلم رو من 2 سال دیگه حداقل مدتی دیگه پیش من باشه تا بزرگتر بشه و مادر همین رو قبول کرده بود. بله، پیامبر در صحرا بود، سالهای متعدد، 4 سال نزدیک 5 سال در صحرا بود. حلیمه سعدی دختری داره به نام شیما، که محمد صلی الله علیه وسلم همان گونه که در آغوش این مادر هست، خب خواهر رضاییش هم میشه شیما و این شیما هست که محمد رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو در کنار مادر در آغوش خودش نگه میداره و اون رو حمایت میکنه و حفظ میکنه و با پیامبر خدا و محمد صلی الله علیه وسلم به صحرا میره و هم در سرپرستی اون و در پرورش اون نقش مستقیم داره. برخی گفتن که اسمش ممکنه حذافه باشه، بعضی گفتن جدابه باشه، اما این اسم شیما اسم غالبیه که در تاریخ نقل شده و مورخین به اون رسیدن که این میگن که در روی بدنش حالا علائمی وجود داشت بر اساس اون علائم به صورت و پوستش اینا که در گفتن شیما، و این اسمیه که در لغت عرب برای کسی دیگه‌ای به کار نرفته، در تاریخ حداقل در این مورد ذکر نشده. این مثل سایر فرزندان حلیمه به عنوان خواهر و برادران رضایی رسول خدا صلی الله علیه و سلم محسوب میشه. فرزندانی مثل عبدالله و انیسه و شیما که فرزندان حارث هستند و گفتیم شیما رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در آغوش خودش میگرفت، حمایت میکرد، حفاظت میکرد، برای گردش به صحرا میبرد، همان گونه که مادرش این وظیفه رو انجام میداد. در واقع آغوش حلیمه سعدیه و آغوش شیما که دخترش باشه اولین آغوش هایی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در بر گرفتن، بزرگ کردن، پرورش دادن، تا بعد این که ما در اون داستان ام ایمن داریم که وقتی آمنه مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا میره، ام ایمن سرپرستی پیامبر رو در واقع به عهده میگیره و امور اون رو. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خوبه پسر 4 ساله‌ایه در واقع، وقتی که در بین اونها یعنی تقریبا 2 سال که بوده مثل پسر 4 ساله دیده میشه، به خاطر هم توجه اونها و هم شرایطی بوده اونها هم خیلی توجه خاص داشتن. وقتی حلیمه میاره رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به مکه پیش آمنه مادر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و میگه اگه اشکال بدید اجازه بدید دوباره ما برگردونیم، هم خیر و برکت دیده بودن، هم انس و الفت گرفته بودن با پیامبر خدا و دوباره این حبیب مصطفی صلی الله علیه و سلم رو اینا با خودشون به صحرا برمیگردونن و خوشحال هستن. و خب ایشون هم با بچه‌ها بالاخره به گردش میره و شیما هم که خواهرش هست همون رو در آغوش خودش نگه می‌داره، همون رو بالاخره مواظبش هست که بالاخره در سرما، در گرما، در هر مشکلی، در بیابان، حیوانات بهش آسیبی نزنن و همیشه مواظب این
بود که براش اتفاقی نیفته. وقتی میدید خسته شده اون رو به دوش میگرفت، اون در آغوش میگرفت، با خودش حمل میکرد و یا در زیر سایه قرار میداد، براش سایه‌ای قرار میداد. و جالبه که در اشعاری هم در این مورد میگه که یا رب ابقلنا محمدا، محمد رو برای ما نگهدار حتی اراه یافعا و امرا، تا ببینیم بزرگ شده، مرد شده، بالاخره واسه خودش سر و سامانی گرفته و شخصیتی شده. ثم اراه سیدا مسودا، ببینیم که سرور و آقا شده برای خودش. و با یک چنین اشعاری که میگه ببینیم که دیگه دیگران حسادتشون میکنن وقتی که ایشون رو میبینن که چنین مرد مثلا خوش سیما و خوش قد و قواره و قدرتمندی شده. و این مواردی بودی که خب همیشه ایشون در مورد حضرت محمد داشته و محمد صلی الله علیه و سلم بازی میکرده، سرگرم بوده، همون سرگرمی هایی که کودکان دارن. تقدیر این گونه میشه که شیما از برکت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهره مند بشه، از رحمت که این شامل حالش میشه بهره مند بشه و این همیشه به فرزندانش از این برکت خیلی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهش رسیده تعریف کرده و بیان کرده و اونها به خاطر دارن. میگن که یه روزی در سر ظهری بود که شیما حلیمه بالاخره بچه رو به شیما، محمد صلی الله علیه و سلم رو به شیما سپرده بود و دنبالش میرفتن که ببینن که محمد چه میکنه. دید که شیما محمد صلی الله علیه و سلم رو دید که دارن با هم بازی میکنن، دید محمد و شیما با هم بازی میکنن. گفت چه کار میکنین؟ گفت هازا اخ لی، این محمد برادر من، لم تلد امی، اما مادرم برای من اینو به دنیا نیاورده، و لیس من نسل ابی و امی، از نسل پدر مادر من نیستن. مثل برادر این نگاه رو میکرد و انمه اللهم فی ما تنمی، خدای این رو بخوابون در جایی که برات اون رو بخوابونی، حمایت کنی، حفظ بکنی. و خب اینجا حلیمه سرزنشش میکنه، میگه در این گرما آوردی شیما داری باهاش بازی میکنی. میگه مادر من احساس کردم که برادرم خسته شده، یعنی گرما داره اذیتش میکنه، براش سایه درست کردم تو زیر سایه بنشینه استراحت بکنه، از این لذت ببره. مادر خوشحال میشه وقتی میبینه حلیمه میبینه که شیما داره این گونه به این فرزند بالاخره میرسه. تا سال 5 تا عمر پیامبر خب بین این قبیله بنی سعد هست رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از فضای بادیه، از اون بالاخره توجهات بهره مند میشه، تا اینکه بالاخره پیامبر همیشه به اصحابش میگه انا اعربکم، من از همه شما بهتر عربی رو بلدم و در فصاحت و مسائل نژاد و قومی و بالاخره فرهنگ آشنایی دارم. انا قریشی و استرضعت فی بنی سعد ابن بکر، من تو قبیله بنی سعد شیر خوردم و بزرگ شدم. و خب بالاخره این 5 سال در زندگی پیامبر اثر خیلی مهمی داره، وقت بزرگی که حمایت‌های حلیمه و شیما که بالاخره و حارس که بالاخره پدر خواندش میشه. اما زمان میگذره تا اینکه بالاخره روز جنگ هوازن میشه و مسلمانان وقتی که تعدادی زیادی رو اسیر میکنن در اون منطقه، بالاخره طی اون جنگ هایی که تو اون مسیر رخ میده، شیما رو هم به اسیری میگیرن. جنگ بوده دیگه، بالاخره کسایی که در اون حضور داشتن گرفته میشن. بعد شیما به مسلمانان میگه که میدونید من کی هستم؟ من خواهر دوست شما هستم، خواهر رهبر شما هستم، من خواهر رضایی اون هستم. اونا باورشون نمیشه تو خواهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستی، خواهر شیریش هستی؟ میگه بله من خواهر ایشون از شیر هستم. اینا میگن نشانه تو چیه؟ تو از کجا میدونی که تو خواهر اون هستی؟ ایشون میگه که یه روز که پیامبر در آغوش من بوده، من نگه می‌داشتم، ایشون منو گاز گرفت، مثلا یه علامتی رو به دست من باقی مونده، مثلا این علامت از همون هستش. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که این صحبت رو میشنوه میفهمه بله این شیما هست، براش بالاخره حسیری پهن میکنه و ردایشو پهن میکنه، میگه بیا بنشین. و بعد میگه حالا شیما نگاه کن، دوست داری پیش ما میمونی، ما احترامت میکنیم، محبوب هستی نزد ما، بالاخره خواهر من هستی، و اگه دوست هم داری پیش قوم خودت بری، قبیله خودت بری، من میرسونمت پیش اونها بری، آزادت میکنیم، مشکلی نداریم. میگه نه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، من میخوام به نزد قومم برم. اما دیگه مسلمان میشه و به رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شهادت میده. پیامبر خدا هم یک غلامی رو به اون هدیه میده به نام مکحول و یک کنیزی رو که بهش هدیه میده که باهاش همراه باشه. همینجوری مقداری گوسفند و بالاخره از اموال دنیا مقدار بهش میده، میگه خب با اینها برگرد برو پیش قوم خودت. تنها این توجه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به این همین اکرام کفایت نمیکنه نسبت به شیما، بلکه بالاخره ایشون رو نه تنها مورد عفو و بخشش قرار میده، کل قبیله بنی سعد رو همه رو مورد بخشش قرار میده. و خب بنی سعد در واقع از هوازن بودن، اون در مسیر جنگ بودن، اما بالاخره بعد از جریان حنین، ولی پیامبر همه اینها رو مورد بخشش قرار میده و
چرا که اینا در واقع اموالشون گرفته شده بود، جنگ بود دیگه، در جنگ اینجوری میشد افراد اسیر میشدن، غنامی که افراد گرفته میشد و بالاخره اینها رو برمیگردونه و میگه من بالاخره در این قبیله شیر خوردم، بزرگ شدم، اهل این قبیلم. و اینها وقتی که این محبت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو میبینن همه مسلمان میشن و تسلیم برنامه الهی میشن. و معروف هست که خطیب اونها زهیر ابن سرد بلند شد و سخنرانی کرد یا رسول الله انما فی هذه الحدائر من کان یکلک من عماتک و خالاتک. در این بیابان ها و فلان کسانی از عموهای تو، خاله های تو و دیگران تو رو بزرگ کردن، در آغوش ما بزرگ کردن، ما شما رو شیر دادیم، بزرگ کردیم. و بالاخره شروع کرد با این توصیف کردن و الان میبینیم که خب تو بزرگ شدی و در مرحله رسیدی که ما بالاخره تسلیم تو هستیم تا اون مرحله که باید میرسیدی اینجوری باشی. و الان میبینیم که تو بهترین جوان هستی، بهترین انسان هستی در بین انسانهایی که وجود داری. و خلاصه امروز هم بر ما منت گذاشتی و از این منت چی بیشتر، امنون علینا رسول الله فی کرم، به ما منت بذار در این کرم و بخشش. یک زیبایی در این داستانها هست اینه که جالب، همه با شعر و ادبیات عجین شدن، همه اهل فرهنگن، همه اهل لغتن، اهل احساسات و اهل شور و اینها هستن. میگه فانک المرء نرجوه و ننتظر، تو شخصیتی که ما به تو امید داریم و منتظریم به ما منت بذاری. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی این سخنان ها طولانیه میشنوه و خوشش میاد، بالاخره مطالب این حقیقت میگفتن، نه چاپلوسی نه تملق، بلکه از محبت و رفاقت و دوستی و صمیمیت. اینجاست که پیامبر میگه که بله اینها شما آزاد هستید. و صحابه پیامبر، قریش، انصار هم میگن که بله یا رسول الله، اینها به خاطر خدا و رسول ما هم قبول داریم که اینها رو همه رو آزاد بکنید و اینها رو بسپارید، هم قریش هم انصار و همچنین ما کان لنا فهو لله و رسول، ما هر چی داریم مال خدا و رسوله، شما که خوشنود هستید ما هم خوشنود هستیم. بله ابن کثیر این واقعه رو نقل میکنه، میگه این سبب آزاد شدن اینها شد و این قبایل آزاد شدن و بعد مسلمان شدن. در هر صورت این قسمتی بود از سیرت و از زندگی شیما که ما تا اینجا خوندیم و گفتیم یادآوری شده باشه بالاخره از این زنان بزرگواری که در سیرت پیامبر و تاریخ اسلام بودن و هر کدوم از اینها ستاره‌ای هستن از ستارگان اسلام و نسل اولیه هستن که اسلام رو به همه رسوندن. و هدف ما فقط میگم که یک غرفه، یک جرعه و شاید یک قطره از دریای این هدایت باشه که بتونیم آشنایی پیدا کنیم. تا روز دیگه و جلسه دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.